میخواستم شروع به ساختن اولین ویدیوی کانال خودم کنم که یه ایده‌ای به ذهنم رسید و گفتم بهتره که اولین موضوع رو برای شما توضیح بدم. ساختار ویدیوهایی که توی این کانال قرار ببینید برای بهتر کردن زندگیمونه. نکاتی که از تجربه شخصی خودم، کتاب‌های معتبر، پادکست‌ها، ویدیوهای آموزشی و بررسیشون کردم و اون چکیده مطالبی که میتونیم به صورت راحت به روزمره بدون هزینه‌های زمانی و مالی زیادی تو زندگیمون استفاده کنیم و به صورت انیمیشن اینجا بیان خواهم کرد. البته هر جایی نیاز باشه بعضی از نکات رو به صورت دقیق و عمیق بررسی میکنیم تا ببینیم واقعا دلیل بعضی از عادتهای بد یا خوب چیه. تمامی این سبک ویدیوهایی که توی این کانال قرار میگیره توی 4 مرحله جلو میره. صفحه خاکستری که بیانگر موضوعیه که قراره بررسیش کنیم، یعنی یه دید کلی میگیریم که اصلا موضوع این ویدیو چیه، این ویدیو برای چه کسایی خوبه و با ساختار کلی آشنا میشه. صفحه قرمز رنگ برای بیان اشتباهات و کارهای نادرست و عادتهای بدی است که داریم. چرا اول به اشتباهات میپردازم؟ چون اول باید نقاط ضعف و عادتهای بدمون رو شناسایی کنیم و از بین ببریم و بعد به سراغ تقویت نقاط قوتمون بپردازیم. اگر همزمان تو بعضی زمینه‌ها ارتقا پیدا کنیم ولی همواره عادت‌های و رفتارهای بدمون با همون باشن، فرایند تلاش ما بی‌ثمر میشه، مثل قطب‌های مثبت و منفی که دارن همدیگر رو خنثی میکنن. صفحه آبی رنگ به معرفی راهکارها، روش‌ها، فرمول‌ها و مسیرهایی میپردازیم که در راستای بهبود زندگی ما قرار داره و میتونه در صورت استمرار و تلاش زندگیمون رو از این حالت کسل کننده به یک نواخت در بیاره. و در آخر صفحه سبز رنگ که به جمع‌بندی میرسیم و خلاصه و چکیده‌ای از مطالبی که بررسی کردیم و میبینیم. توی این کانال قرار نیست که به بهترین فرد دنیا تبدیل بشیم. فقط اینجاییم تا به صورت پله‌ای زندگیمون رو بهتر کنیم.